به نام پروردگار یکتا. سلام، شبتون بخیر. خوشحالم که همراه هستید با برنامه سینما کلاسیک و امشب باز هم به زوج بزرگ لورل و هاردی در این برنامه خواهیم پرداخت و این نکته لازم به ذکر هست که آخرین برنامه است که متعلق به این زوج هست و از برنامه‌های آینده کمدین‌های بزرگ دیگر سینمای صامت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند، هم دنیاشون، هم درون مایه فیلم‌هاشون و همچنین خود فیلم‌ها به لحاظ ساختاری. باز هم این نکته رو متذکر میشم خدمت بزرگواران و علاقه‌مندان به سینمای کمدی، کسایی که دوست دارن کار کمدی انجام بدن، فیلم‌های کمدی بسازن یا بازیگری در ژانر کمدی رو تجربه کنن، که این برنامه‌های فرصت بسیار عالی و مغتنم براشون هست و میتونه خیلی مفید، سازنده باشه و الگو و الهام برداری از این فیلم‌های درجه یکی کلاسیک تاریخ سینما بسیار میتونه راهگشا برای علاقه‌مندان به این ژانر باشه. اما امشب دو فیلم طبق روال و سنت شب‌های گذشته تقدیم حضورتون میشه از این زوج. فیلم اول نامش هست آزادی که از فیلم‌های درخشان دوره صامت لورل و هاردی است، به کارگردانی لو مکری به سال 1929 که راجع به این فیلم صحبت مفصل خواهم کرد. و فیلم دوم یکی از آثار متأخر لورل و هاردی است به نام هیچ چیز به جز دردسر، که در واقع بعد از این فیلم هیچ چیز به جز دردسر دو فیلم رو لورل و هاردی بازی کردن. فیلم گاوبازها به سال 1945 که ساخت آمریکا بود با کارگردانی مالکوم سنت-کلر و دیگری فیلم اتولک یا اوتوپیا یا سرزمین آرزوها که در سال 1952 در فرانسه بازی کردن که آخرین فیلمشون بود و دیگه لورل و هاردی رو در پرده سینما ندیدیم. فیلم اول همونجور که گفتم ساخته لو مکری هست و فیلم دوم ساخته خدمتتون عرض بکنم سام تیلر، کارگردان کارآزموده کمدی که با هارولد لوید هم فیلم‌های کمدی خوبی داره. اما راجع به درون مایه دنیا و ساختار آثار لورل و هاردی در برنامه گذشته بسیار صحبت شد. با بررسی و نقد این دو فیلم مجدداً بخشی از اون گفته ها رو ریویو و مرور میکنیم و در نهایت هم جمع‌بندی داریم از این زوج شیرین و دوست داشتنی سینمای کمدی. خدمتتون عرض میکنم که فیلم آزادی ساخته لو مکری به سال 1929 سومین و آخرین همکاری لو مکری با لورل و هاردی محسوب میشه در مقام کارگردان. اگر برنامه‌های ما رو در شب‌های گذشته دنبال کرده باشید خدمتتون عرض کردم که لو مکری جزو تیم ثابت در واقع ساختار فیلم‌های لورل و هاردی بود. لو مکری، اچ ام واکر، جیمز پرو، جیمز هورن، چارلز راجرز، کلاید براکمن، جورج مارشال، فرد جیول که این به عنوان کارگردان با لورل و هاردی همکاری داشتن. اما لو مکری خودش بعد از زوج لورل و هاردی همچنان کار درخشان خودش رو در طنزنویسی و کارگردانی دنبال کرد و با گروه کمدی برادران مارکس آثار دلنشینی زیادی رو ساخت که یکی از اونها فیلم سوپ اردک هست. اما برگردیم به فیلم آزادی که از فیلم‌های بسیار موفق صامت لورل و هاردی است و شاید بهترین همکاری لو مکری با این زوج محسوب بشه. خدمتتون عرض می‌کنم فیلم طبق روال اغلب آثار کوتاه لورل و هاردی دو بخش یا دو قسمت داره. قسمت اول قسمتی است که اونها از زندان فرار کردن و در این بین لباسهای زندان رو در آوردن و لباسهای خودشون رو پوشیدن و شلوارا رو با هم دیگه اشتباه پوشیدن و بخش عمده‌ای از شوخی هایی که این وسط به میون میاد صرف این میشه که این شلوارها رو درست در واقع بپوشن و عوض کنن شلوارهای خودشون رو بپوشن. اینو اون زمان این ایده و این شوخی رو میگفتن شوخی های خارج از نزاکت در سینمای کمدی، ولی خب با چارچوب در واقع استانداردهای ساختاری سینمای صامت و معصومیتی که این سینما داشت در واقع کاملا همخون هست
و چیز خاصی نیست، ولی به شوخی‌های در واقع خارج از نزاکت این بخش بهش اطلاق شده بود. و نیمه دوم هم وارد یک اسکلت نیمه تمام یک آسمان خراشی میشن و وارد مقوله کمدی هیجان آور میشن، یعنی مرز باریکی است بین تعلیق و کمدی که در عینی که شوخی ها فوق العاده هیجان انگیز هست، تریلر و تعلیق عجیبی داره و در عین حال هم ما رو میخندونه و در عین حال هم فرصت هایی پیش میاد تا ویژگی های بیشتر شخصیتی این دو نفر و ارتباطشون با همدیگر رو ما بشناسیم. یه مسئله هستش که همیشه در فیلم های اونها دیده میشه و به این بهانه میخوام بهش بپردازم، اینه که همونجور که گفتم اونها متعلق به جامعه متمدن یا بورژوازی هستن و به شدت دوست دارن آدم‌های محترمی جلوه کنن و به خاطر همین اغلب با لفظ آقا همدیگر رو صدا میزنن. یعنی وقتی میخوان همدیگر رو معرفی کنن مثلا میگه من هاردی هستم و این دوستم آقای لورل هست. یا حتی میان نویس‌های فیلم هم در فیلم‌های صامت و هم در فیلم‌های کوتاه ناطق با آقای لورل و آقای هاردی شروع میشه و این نشون دهنده تشخصی است که همیشه هاردی در فیلم‌هاش بیشتر از لورل دلش می‌خواست داشته باشه و از طرف جامعه بتونه شناخته بشه. در نیمه اول فیلم هم اونها رو گرفتار میدونه و حالا یک طعن و شوخی و استهزایی هم با کلمه آزادی داره. حالا میان نویس‌ها رو خودتون می‌بینید، من اشاره نمی‌کنم. و بعد فرار اونها در دست پلیس و بعد عوض کردن شلوارها. نکته‌ای که هست باز تمرکز اونها روی یک بیس یا محوریتی است که از دل شوخی‌های متفاوت، فرعی و متنوع بیرون میارن. خود این مقوله شلوار عوض کردن در جای مختلف که دائم مردم دارن میبینن و در معرض دید هست، طنز موقعیتی درخشان و عالی رو ایجاد میکنه. اما از یه جا چون تأثیر شاید این محوریت طنز کم رنگ بشه، عوامل فرعی اضافه میشه که صحنه‌ها رو خنده‌دارتر میکنه. به طور مثال یک خرچنگی به طور اتفاقی در شروال لورل میفته و اون ازش بی اطلاع است و حالا حرکاتی رو با بدنش انجام میده که باعث ایجاد خنده میشه و فوق العاده درخشان و بی‌نظیر جلوه میکنه. آزادی. بازیگران استن لورل، الیور هاردی، تام کندی، جیمز فینلیسون، جین هارلو. کارگردان لئو مکری. نویسندگان لئو مکری، اچ ام واکر. تهیه کننده هال راج. فیلمبردار جورج استیونز. محصول 1929. دومین و کاملترین همکاری لئو مکری با لورل و هاردی در مقام فیلمساز. فیلم را میتوان به دو بخش مجزا تقسیم کرد. آنها در نیمه اول درگیر عوض کردن شلوارهایشان هستند که در میانه راه با افتادن خرچنگی به طور تصادفی در شلوار لورل به اوجی غیر منتظره میرسد و در نیمه دوم فیلم آنها به طور اتفاقی در حالی که هنوز سرگرم تعویض شلوارهایشان هستند روی یک اسکلت ساختمان نیمه بلند دیده میشوند. حضور کوتاه مدت جین هارلو، ستاره سالهای بعد هالیوود، در صحنه‌ای از این فیلم قابل ذکر است. البته هارلو در یکی دیگر از فیلم‌های کوتاه آنها به نام عطسه دوباره به کارگردانی لوئیس باستر حضور داشته است. اما نیمه دوم فیلم که به یک اسکلت و یه نیمه تمام یه آسمون خراشی میان که به طور اتفاقی این حرکت شکل میگیره، از نظر کیفیت کار وارد کمدی هیجان ما میشیم. فوق‌العاده درخشان هست. اصولاً هارولد لوید استاد کمدی‌های تعلیق هست. یعنی ما در فیلم‌های هارولد لوید می‌بینیم که از ساختمان‌های نیمه تمام بالا میره یا گرفتار آسمون خراش‌ها میشه و با توانایی بدنی بی‌نظیر و فوق‌العاده‌اش در اینی که ما رو میترسونه، ما رو میخندونه. لورل و هاردی هم در این فیلم تا حد وسیعی خوشبختانه موفق شدن همون استانداردهای هارولد لوید رو در شوخی‌ها داشته باشن و شوخی‌ها ساختار محکم و بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای رو داره. در عین حال که حماقت اونها بعد و عمق بیشتری و تازه‌تری به این شوخی‌هایی که اون بالای آسمون خراش هستن میبخشه. قسمتی هست که بسیار باز هم وابسته به حرکات بدنی اونهاست. مثلا ترسی که لورل روی تیر در واقع یک آسمون خراش داره و اون حالت لرزیدن پاهاش یکی از توانایی‌های ویژه بدنیش بود که در کمدی‌ها ازش استفاده می‌کرد. باز من یاد یکی از ویژگی‌های دیگر لورل میافتم که
در فیلم هر بندری که باشد شب‌های گذشته پخش شد، لازم به اشاره هست این تکون دادن گوش‌ها که خاص خودش بود و در موقعیت‌های متفاوت گوش‌هاش تکون می‌خورد که از این مقوله مثلا در فیلم اعماق‌ها در آکسفورد خیلی استفاده دراماتیکی در اون فیلم برای تغییر شخصیت برده شده. مقوله‌ای هستش که در این فیلم خیلی ظریف بهش اشاره شده و اون تقابل لورل و هاردی و روبرو شدنشون با مقوله قانون و قانون مداری هست. و اصولاً آدمایی هستن که قانون همیشه به واسطه ندانمکاری و بلاهتشون نادیده میگیرن، ولی هاردی دلش میخواد که قانونمند باشه و چارچوب‌های قانونی رو بپذیره، ولی همراهی با لورل مانع این کار میشه که خدمتتون عرض کنم تو این فیلم وجه کنایه‌ای و درخشانی بهش داده شده. مادامی که پلیس در پایین اسکلت آسمون خراش، مادامی که پلیس اون پایین هست، اونها هیچ زمان نمیتونن به محدوده زمین برسن و از قانون گریزان هستن. زمانی اونها به زمین میرسن و به ثبات میرسن که پلیس در اثر برخوردش با اون آسانسور فشرده میشه و کوچک میشه اندامش، که باز یکی از این شوخی‌های سورئال فیلم‌های لورل و هاردی. وقتی که دموده میشه و از ریخت و قیافه میفته و به قول معروف کوچیک میشه، اون موقع لورل هاردی پاشون میرسه به زمین و در زمین استقرار پیدا میکنه. اما فیلم دوم یا فیلم هیچ چیز به جز دردسر که از آثار واپسین دوره کاری لورل و هاردی است، ساخته شده توسط سام تیلر به سال 1945. شاید مقایسه این فیلم با فیلم قبلی و همچنین اتفاقی که ما در شب‌های گذشته این کار انجام دادیم کاملا برای تماشاچیان عزیز این مسئله رو قابل لمس کنه که چقدر نسبت به دوره اوج کاری اونها در دوره واپسینشون افول کردن. دلایل زیادی هم بر این دلیل در واقع ما بر این مطلب دلایل زیادی رو برشمردیم. بخشیش تغییر سبک ساختار سینمای کمدی در اون سال‌هاست، بخش عمده‌اش خستگی اونها و بالا رفتن سن و سالشون هست که اجازه حرکات سخت بدنی رو بهشون نمیده. به عنوان مثال در همین فیلم هیچ چیز به جز دردسر سکانسی رو داره که اونا مجبور میشن از یه آسمون خراش خودشون رو پرت کنن پایین و این سکانس رو بذارید کنار سکانس آسمون خراشی که در فیلم آزادی وجود داشت و ببینید چقدر متفاوت هست. درصد شوخی ها خیلی کمتر هست. نهایت شوخی ها دیگه به اینجا ختم میشه که لورل برای که بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه شلوار هاردی رو چنگ میزنه و اونو میکشه پایین، که قابل قیاس نیست با اون چیزی که اون همه جزئیات درخشان و بی‌نظیری که ما در فیلم آزادی دیده بودیم. خدمتتون عرض کنم که سام تیلر کارگردان این فیلم قابل اشاره هست که با هارولد لوید هم همکاری‌های زیادی رو داشته. من جمله فکر می‌کنم همین فیلم سلامتی در آخر و یا فیلم راه شیری که و این فیلم سلامتی در آخر هم که از فیلم‌های نمونه‌ای و بسیار بی‌نظیر لوید هست، باز هارولد لوید ما گرفتار در یک آسمون خراش می‌بینیم. انگار متخصص سکانس‌های کمدی هیجان آور بوده سام تیلر. باز نقش محوری لورل و هاردی در فیلم کمرنگ هست، موزلی که در اغلب فیلم‌های واپسین اونها می‌بینیم و شخصیت محوری شاهزاده است که دلش می‌خواد عادی زندگی کنه و در بین مردم باشه و از در واقع قواعد محدود کننده دربار خارج بشه و از جنس مردم باشه. نقش مایه و سوژه‌ای که خیلی در سینما زیاد تکرار شد که یکی از بهترین و درخشانترین هاش فیلم از ویلیام وایلر هست که گریگوری پیک و آدری هپبورن بازی میکنن به نام تعطیلات رومی. ولی در این فیلم تمایل شاهزاده به عادی زندگی کردن و در بین افراد و جمع بودن و پذیرفته شدن از طرف اجتماع پرداخت خیلی سطحی و سبکی داره، نمیتونه اون غنایی که باید رو به فیلم ببخشه. و لورل و هاردی در نقش آشپزانی هستن که توسط عموی این شخص استخدام میشن تا در اون در واقع مکان کار بکنن. اغلب حوادث و اتفاقات فیلم برای پسر بچه اتفاق میفته و حالا لورل و هاردی هم در کناره هستن و خیلی نقش محوری در این میان ندارن. نه که ندارن، ولی نسبت به فیلم‌های گذشته درخشانی که محور تمامی ماجراها بودن و موتور متحرک فیلم بودن و پیشبرنده حوادث و داستان بودن، دیگه اون میزان تاثیرگذاری رو ما کمتر از اونها میبینیم.
هیچ چیز به جز دردسر، محصول 1945. کارگردان سام تیلور، نویسندگان راسل روز، ری گولدن، برادفورد روپس، بازیگران استن لورل، الیور هاردی، مری بولاند، هنری اونیل، فیلیپ مریویل. پایان دوره کاری آنها رقم می‌خورد. هاردی پس از یک حمله قلبی در 1957 درگذشت و عمرش کفاف نداد تا شاهد موج توجهی باشد که در دهه 1960 از سوی منتقدان، جشنواره‌ها و آرشیوهای فیلم معطوف به دوران طلایی آنها می‌شد. در سال 1960 یک اسکار افتخاری به لورل به خاطر خدماتش به سینمای کمدی اهدا شد. لورل سالهای آخر عمرش را به نوشتن قطعات کمدی گذراند و در سال 1965 در تنگدستی کامل درگذشت. لورل و هاردی طی 25 سال همکاری در 100 فیلم مشترک ظاهر شدند. 33 فیلم کوتاه صامت، 40 فیلم کوتاه ناطق و 27 فیلم بلند ناطق که از میان آنها 14 فیلم کوتاه توسط مجله کایدو سینما در سال 1965 به عنوان شاهکار معرفی شدند. لورل و هاردی در یک کلام کودکانی جامع گریزند که چون جهان پیچیده تر از ادراک آنها و فراتر از توانایی آنهاست، توان تسلط بر تمامی آن را ندارد. آنها نماد بلاهت‌ها، حماقت‌ها و ندانمکاری‌های انسان در تمام دوران هستند. خدمتتون عرض بکنم که اما نمیتونیم بگیم که این فیلم‌های واپسین دوره لورل و هاردی هم فیلم‌هایی هستن که هیچ اهمیت و ارزشی رو ندارن. در بعضی از سکانس‌ها بارقه‌هایی از خلاقیت و توانمندی اونها دیده میشه و همچنین نبوغ بی‌نظیری که در وجود اونها بوده، ولی فقط تک جرقه‌های کوچک است و نمیتونه به اندازه دوران درخشان گذشته اونها باشه. یه نمونه خوب از زمانبندی مناسب اونها در شوخی‌ها و استفاده خوب در متن فیلم نامه که کارکرد دراماتیک پیدا میکنه و پیشبرنده داستان هست، یعنی روایت داستان رو رقم میزنه. در این فیلم نمونه کوچکش رو میبینید، اون کپسول قرص سیانوری که توی یکی از سالادها گذاشته میشه به طور اتفاقی توسط لورل و هاردی دست به دست میشه. البته اینو مسموم کردن که شاهزاده رو از بین ببرن و درست سر به زنگا و جایی که باید توسط شخص منفی اون خورده میشه که باعث میشه لورل و هاردی خودشون رو از بالای اون آسمون خراش پرت نکنن. یعنی شوخی که در یک جایی از فیلم شکل گرفته و در ادامه کارکرد دراماتیک و پیشبرنده داستان رو داره، یعنی در داخل فیلمنامه مؤثر هست. اشاره‌ای بکنم طبق شب‌های گذشته به دوبله بسیار خوب این اثر، گویندگی زنده یاد عزت‌الله مقبلی به جای هاردی در اوج توانمندی و طنازی و باز منوچهر نوذری به جای لورل که توانمند هست البته با فاصله از حسن عباسی و همچنین گوینده های دیگر فیلم، آقای امیرهوشنگ زند که صدای جوانشون رو روی شاهزاده ما میشنویم، زنده یاد آذر دانشی، آقای مرتضی احمدی که فرصتی شد یادی بکنیم از گویندگی‌های خوب این فیلم لذت بخش. میدونی این فیلم هم مثل خیلی از آثار لورل و هاردی دوبله تلویزیونی شده، یعنی دوبله شده که برای تلویزیون بوده و شاید براتون جالب باشه که مدیر دوبلاژ این اثر هم زنده یاد منوچهر نوذری بوده. خب به پایان سری برنامه‌هایی میرسیم که با محوریت زوج بزرگ لورل و هاردی بود. امیدوارم که عزیزان و علاقه‌مندان به سینمای کمدی از دیدن این آثار لذت کافی رو برده باشند و همچنین برای کسانی که دوست دارن به صورت حرفه‌ای این ژانر رو دنبال کنن این برنامه‌ها راهگشا شده باشه. یک جمع‌بندی کلی داشته باشم از لورل و هاردی.
و انشالله تا فرصتی دیگه که بتونیم به کمدین دیگری بپردازیم، فعلا با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدمتتون عرض کنم لورل و هاردی بزرگترین، موفقترین و کاملترین زوج تاریخ سینمای کمدی از 1927 با فیلم آیا کارگاهان فکر میکنن به عنوان زوج در کنار همدیگه ایفای نقش میکنن تا 1952 با فیلم اتولک یا سرزمین آرزوها. به مدت 4 دهه تقریبا حدود 100 فیلم رو میسازن که 30 فیلم کوتاه صامت هست و خدمتتون عرض کنم که نزدیک 40 تا فیلم کوتاه ناطق هست و 30 تا فیلم بلند ناطق. کمدیشون بسیار گستره وسیعی از ذوق و سلیقه‌های متفاوت رو در بر میگیره و آثارشون در برگیرنده طیف وسیعی از مخاطب هست، از مخاطب عامی و تماشاچی‌های علاقه‌مند صرف سینما تا حتی آدم‌های فرهیخته‌ای مثل ساموئل بکت، نویسنده بزرگ که میدونید رمانی رو داره به نام در انتظار گودو و این رمان شخصیت‌هایی رو داره به نام ولادیمیر و استراگون که کاملا از روی لورل و هاردی نوشته شدن، هم ویژگی‌های ظاهری و هم ویژگی‌های رفتاریشون و حتی در دیالوگ نویسی این آثار رد پای آثار لورل و هاردی فیلم به سوی غرب یا فیلم شیاطین پرنده دیده میشه. به لحاظ کار بازی با میمیک منحصر و یگانه و فوق‌العاده بودن. نماد در واقع ضعف‌ها، تردیدها و نقاط ضعف شخصیتی بشر هستند، از طبقه متوسط اجتماع یا طبقه بورژوازی هستند و با همه تلاش خودشون دوست دارن که با این طبقه همراه باشن ولی با زبانی فوق‌العاده بلیغ و فصیح اینو میگن که جامعه بورژوازی چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی داره که گریزی از اون نیست و هر چی که اونا تلاش میکنن که بتونن اونا از بین ببرن بیشتر و بیشتر به شکست کارشون منتهی میشه. به شدت برای همزیستی با هم به هم وابسته هستن. ما نمیتونیم جدا جدا اونها رو ارزیابی بکنیم به لحاظ ارزش کار بازیگری و کمدی. شوخی هاشون به شدت وابسته به هم هستن، در تضاد و در تکمیل فوق‌العاده حرفه‌ای قرار دارن، یعنی کاملا متضاد و در این حال متکامل هم دیگه هستن و هر دو با هم انگار ویژگی‌هاشون رو جمع کنین یک انسان کامل رو تشکیل میدن. لورل به واسطه ندانمکاری‌ها و خرابکاری‌هایی که در ذات خودش هست به دلیل کودکی درونش نیازمند به هاردیست برای که از طرف جامعه پذیرفته بشه و هاردی برای تمایز و دیده شدن و تشخص نیاز به شخصی مثل لورل داره که در کنارش باشه تا بتونه این ویژگی خودش رو نشون بده. و در پایان باید خدمتتون عرض بکنم که این زوج هر کدوم خب با یه فاصله زمانی از بین میرن. هاردی در سال 1957 فوت میکنه و لورل در سال 1966 که در حقیقت بعد از فوت هاردی لورل حاضر نشد در هیچ فیلمی بازی کنه و همچنان به عنوان شوخی نویس فعالیت میکرد. در دهه 50 و 60 و 70 رابرت یانگسون گردآوری، کسی که آثار کمدی درخشان صامت رو گردآوری میکنه، 4 فیلم رو یا 5 فیلم رو از مجموعه آثارشون و گلچین شوخی‌های درخشان صامتشون شکل داد. فیلم‌های خنده سالهای 20 لورل و هاردی، سالهای هیجان و خنده و مخاطراتی دوباره با لورل و هاردی. ضمن اینکه شما سروران بزرگوار رو به تماشای این دو فیلم ارزشمند کمدی یعنی آزادی و هیچ چیز به جز دردسر دعوت می‌کنم. انشالله تا دیداری دیگه که توفیق خدمت به شما بزرگواران رو داشته باشم و باز هم راجع به مقوله سینمای کمدی و ژانر کمدی با هم دیگه برنامه‌ای رو داشته باشیم. همه شما سروران بزرگوار رو به پروردگار یکتا می‌سپارم. همیشه شاد و خوش و خندان باشید. خدا نگهدار.